ما چرا داستان گوش میدیم؟ چرا همیشه دنبال داستان خوب میگردیم؟ کتاب میخونیم، فیلم میبینیم که فقط یه داستان خوب رو بتونیم بشنویم. من فکر میکنم دلیلش همون دلیلیه که ما از آتیش پیشرفت کردیم الان رسیدیم به هوش مصنوعی. دلیلش کنجکاویه. و اتفاقا قصه این اپیزود هم راجع به کنجکاویه و کنجکاوی مردم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به دید تیوی خوش اومدین. مرسی که همراه ما هستین، مرسی که سابسکرایب میکنین. واقعا بکنید، اگه از ویدیوهای ما خوشتون اومد هم لایک کنید هم سابسکرایب کنید، خیلی به ما کمک میکنه و به ما انرژی میده که این مسیر رو هی بریم جلوتر و هی توش رشد کنیم و برای شما کانتنت بهتری بسازیم. خب حالا بریم سر اصل مطلب. من یه اپیزود از سریال بلک میرر رو دیدم به اسم میزی دی، میشه اپیزود 4 سیزن 6. آقا من بعد مدت ها سورپرایز شدم، یعنی من شهابم و پشمام ریخته. سالهای سال بود که اصلا چیزی منو غافلگیر نمی‌کرد. حالا اینکه خودم بازیگر و نویسندم ممکنه مرتبط باشه باهاش، ولی پترن‌های تکراری توی فیلم‌ها جدیداً زیاد شده، چون هم فقط فکر فروشن. چیزی که واقعا منو غافلگیر کرد، یعنی دوباره منو غافلگیر کرد، این بود که این اپیزود بلک میرر اگه برین توی IMDb نگاه کنین، از نظر مردم بدترین اپیزود بلک میرره که تا حالا ساخته شده. یعنی امتیازش 5 فکر می‌کنم. چرا؟ چون میتونم حدس بزنم چرا. این اپیزود اونجوری که همیشه بلک میرر میساخت راجع به تکنولوژی و تراژدی تکنولوژی نیست. این اپیزود در واقع یه اپیزوده که میخواد بیاد یه برند دیگه ای رو معرفی کنه به اسم رد میرر. حالا رد میرر چیه و اصلا داستان این اپیزود چیه؟ کارگردان سریعا ما رو با زمان و فضای فیلم آشنا میکنه که اواسط دهه 90 میلادیه. ویندوز XP، مجله های زرد سلبریتی ها، اینترنت دایالاب و نه فقط گوشی تاشو بلکه گوشی های کشویی. از اول ما با همخونه کاراکتر اصلی مواجه میشیم که برعکس لبخنداش میبینیم که چقدر شرایط زندگی رو سخت کرده و سر کرایه خونه داره فشار میاره. بو اول فیلم عکاس پاپاراتزیه، همون مجله های زرد، ولی بعدش به خاطر فضای مسموم کارش استعفا میده. فیلم نشون میده که سلبریتی‌ها برای اینکه همیشه خوب به نظر برسن چقدر فشار رو تحمل میکنن. این پاپاراتزی‌ها هم آدمایی هستن که کار خودشون رو با یه جمله توجیه میکنن. همین اول فیلم یه حقیقت تلخ نشون داده میشه که این عکاسا هم برای پول خرج زندگیشون هر کاری ممکنه بکنن، چون بازار شهوت و شایعه همیشه داغه و پول خوبی داره. در نهایت بو توی کافه کار پیدا میکنه و کار پاپاراتزی رو میذاره کنار و بعدش میبینیم که مثل یه اعتیاد سعی میکنه با اون بجنگه. اما فشار زندگی بالاست و وقتی هکتور رفیقش به اون پیشنهاد یک عکس به قیمت $30,000 رو میده، اون خودش رو میبازه. از این طرف هم میزی دی رو میبینیم که کنترل زندگیش از دستش خارج شده، چون این اپیزود میخواد بگه زندگی سلبریتی‌ها در قبال انتظار مردم که انتظار جنسی هم هست چقدر تحت فشاره. ببینید نکته داستان دقیقاً اینجاست. نویسنده داره کاری میکنه که ما فکر کنیم داریم یک داستان درامای روانشناسی نگاه میکنیم. از دو گروه قربانی، یه گروه پاپاراتزیا که مجبورن به خاطر مثلا پول و اینجور چیزا برن تو زندگی مردم و چهره و سلبریتی ها دخالت کنن، آخرش هم عذاب وجدان بگیرن، و دوم زندگی خود سلبریتی ها و چهره ها که مردم هی دارن تو زندگیشون فضولی میکنن و اینا. این دوتا رو جفتشون رو داره قربانی نشون میده و قربانی صنعت سینما و صنعت خاله‌زنکی مردم نشون میده. صنعت خاله‌زنکی مردم هم بالاخره این روزا یه چیزیه دیگه، مثلا بلایند دیت و اینجور چیزا. حالا بو که در به در دنبال میزی میگرده، میفهمه یه رستوران هست که میزی همیشه از اون غذا میگیره و پیک اونجا هم میزی رو لو میده. یه نکته منفی که بخوام راجع به فیلم بگم اینه که این شخصیت جذاب و پرپتانسیل اصلا در طول اپیزود شاخ و برگ نمیگیره، چون میتونست به عنوان عنصری از طرف مردم خوب در فیلمنامه عمل کنه. بو بیرون خونه میزی کشیک میده و ما میفهمیم که روانشناس میزی در واقع استنلی کوبریکه. بعضی از دیالوگای فیلم واقعا کلاس درسه، مثل وقتی که به مرکز ترک اعتیاد میرسن، هکتور میگه What is this, Jurassic Park? Got a T-Rex in there or something? حالا تیرکس نه، ولی Shut up!
دو تا اتفاق بد توی فیلمنامه هست. اینکه پیک سریع میزی رو لو میده و اینکه یه کافه من هم هست توی کافه‌ای که یه داستانی رو تعریف میکنه که بعدش بو میفهمه میزی کجاست، که این اتفاقات رو هوا اصلا برای فیلمنامه جالب نیستن. اما بعدش با نشون دادن روحیه اصلی پاپاراتزیا که حتی ممکنه جی پی اس هم روی همکاراشون جاسازی کنن، من این اشکالات رو فراموش کردم. اونا بعدش باز دوباره خیلی اتفاقی که اینم خوب نیست، یه فاصله بین فنس و زمین پیدا میکنن و بو هم به خاطر نجات میزی به اونا ملحق میشه. ولی اینجا یه اتفاق عجیب میفته. میزی به جای اینکه قاطی کنه سر عکاسا و اونا رو بیرون کنه، فقط به اونا هشدار میده که در خطرن و باید سریعا فرار کنن. این یعنی خلاقیت. دقیقاً همین جاست که نویسنده برگ برندش رو میکنه. و اون چیه؟ اینی که ما این ژانری که تا حالا اصلا خیال میکردیم فیلم راجع به درامای روانشناسی ایناست، اصلا اینطوری نیست. این فیلم یه هارور فیلمه، یه فیلم ترسناکه و اینو با یه کار قشنگ انجام میده. این تکنیکی که داره نویسنده استفاده میکنه توی فیلمنامه بهش میگن switch of perspective. شما میتونین هر داستان معمولی و تکراری رو بردارین، فقط بیاین از دید کاراکتر اصلی خارج شین و برید توی دید کاراکترهای فرعی و میبینید که داستان کلاً داره فرق میکنه. تارنتینو این کارو خیلی خوب انجام میده توی پالپ فیکشن و شاهکار تعلیق و سورپرایز جهان که همون فیلم یوژوال ساسپکتسه، مظنونین همیشگی. اگه ندیدینش که حتما برین ببینینش. اون که مخ آدمو واقعا منفجر میکنه دیگه. خلاصه که بانو ماشروم میزنه و تو عشق و حال دستشو میبره و از خونه میزنه بیرون. میزی همون شب که جنس میزنه میره بیرون، یه نفر رو زیر میگیره که همینجا میفهمیم اون یه نفر گرگینه بوده و گازش گرفته. اگر فلاش بک ها کمتر بود، بهترین تویست تاریخ سینما میشد. شکار دوباره شروع میشه، ولی این بار شکار پاپاراتزیا برای عکس نیست، شکار یک سلبریتیه و اینجا هکتور و بو به سمت یک کافه حرکت میکنن. راستی صحنه‌های شب این فیلم هم بیشترش در روز فیلم برداری شده که خبرش هم خیلی پیچید. اینجا هم یه کات خوشگل به چنگال میزنه که پلیس باهاش غذا میخورده و آدم‌هایی که قرار خورده بشن به کافه میرسن. البته یه سری مرکای این فیلم خیلی خنده داره و اینجا میبینین که چجوری اتفاق میفته. اینجا هم یه مشکل راکوردی داره. هکتور رو میبینین اینجا وقتی میره پشت کانتر دو نفر پشت سرش وایسادن، ولی توی شات بعدی میبینیم که انگار 180 درجه چرخیده که انگار فقط بتونه گرگه گازش بگیره. در نهایت بوم میزی رو با تیر میزنه و یه صحنه بسیار خوب شکل میگیره. میزی به بوم میگه که بهم شلیک کن، شوت می، که میزی بعدش اسلحه رو به خودش میده و به جاش ازش عکاسی میکنه که شوت می توی انگلیسی به معنای عکس برداری هم هست. انگار اولین باریه که یک بازیگر از پاپاراتزی میخواد که ازش عکس بگیره. خیلی ممنون که با دی تیوی و من همراه بودین. لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، خیلی به ما کمک میکنین، واقعا به ما انرژی میدین که ما ادامه بدیم مسیرمونو. هر سوالی چیزی داشتین توی بخش کامنت ها این پایین از ما بپرسین و اینکه اگرم فیلمو دیدین حتما نظرتون رو بگین. با من موافق بودین، با من مخالف بودین، کلا نظرتون چی بوده؟ همشون هم جواب میدم چون لاشی نیستم. میبینمتون.